دنیا برای رنج‌های شما پشیزی ارزش قائل نیست. به این نتیجه رسید هیچ کس رنج‌های شما و شما رو با رنجاتون دوست نداره. دنیا برای یک چیز حرمت قائله: گذر از رنج‌ها، یافتن راه حل. شما برای این رنج چه راه حلی پیدا کردید؟ شما رو برای اون راه حل ستایش خواهند کرد و می‌کنند. فردوسی تجلی یک حمله خانمانسوز عربات به سرزمین ما که این راه حل رو چجوری پیدا کرده. دنیا اون ستایش می‌کنه، دیگه به رنجا کاری نداره. مغول 6 میلیون جمعیت شهری در ایران نابود کرد 800 سال پیش. تمام شهرها رو ویران کرد، قنات‌ها رو شکست، مردم شب در می‌خوردن. در یک لحظه ناموس شهر هزار اسب رو بردند. برای رنج‌های ما در دوره مغول دنیا ارزشی قائل نیست، همش بی‌تفاوت. در عوض